اینجا یه پرانتز خیلی خیلی مهمه. توی این پرانتز مهمترین حرفی که شاید امروز بزنیم هست و اون اینه: تو باید انتخاب کنی افکارت رو. مثل یه کسی که رفته میوه بخره. اگه میری میوه بخری، از اون دم کیسه رو میگیری میکشی هرچی اومد توش، یا وای میسی فروشنده هرچی بهت داد نه، میری میوه سوا میکنی. خب پرتقال دارم، پرتقال نمیخوام، بذار ببینم این سیبا کدوماش خوبه. او این سیب قرمز هست، سیب سفید و زرد هست، این سیبا من سیب زرد برمیدارم، اینا رو هم برمیدارم، این خوباشو برمیدارم. باید افکارت رو انتخاب کنی، باید این توانایی رو به دست بیاری که افکارت رو آگاهانه انتخاب کنی. در غیر این صورت افکار اتفاقی، احساسات اتفاقی رقم میزنن و بعد تو میمونی و یه سری اتفاقات احساسی، یه سری تجربیاتی که دست تو نیست، یه سری شرایطی توی زندگیت که دست تو نیست. تو باید با وسواس، با دقت، با آگاهی، با چشم باز افکار خوب برای زندگیت انتخاب کنی. من افکارم انتخاب میکنم. یه فکری دارم که امروز اون کاری که دوست ندارم و یه فکری هم دارم که یه روز دیگه ابرا رو ببین، خدا رو ببین، نفس رو ببین. تو انتخاب کن کدومو میخوای بری. گر به فهمایی این ایوان توست، گر به جهلایی آن زندان توست. تو انتخاب کن کدومو میخوای بری.